وقتی که فرصت یافتند همه طرفه به یک شکارشون به یک بغو باشد نمیدونم یکون دیگر از حیوانی دیگر همه یک جایه هجوم میکنند. امروز به بالای ما به بالای طالب علمان اهل سنت و الجماعت به بالای به خصوص بنده این خوبسا این اهل بدعتی که بدعتشون بدعت کفری است و کفار مشرکین است از همه طرف از همه جهت این هم پیمان و هم عقیده ها دارند هجوم کرده ایستادند. لیکن این فضل الله سبحانه و تعالی که ما را الله خودش حفظ کردگی است و کان حقا علینا نصر المؤمنین و ما الله به خودش به نفس خودش فرض کردگی است نصرت دادن مؤمنین. شخصا خودی بنده یک ذره پروا ندارم. من این خوب بسوره میدونم که چخیل باز به گریه و نریانگ به گریه و نراندازیم. لیکن ببینید برادر عزیزم به شما یک سوال، اگر صحبت های ما تاثیر بخش نمی بود، اگر دعوت های ما تاثیر بخش نمی بود، اگر صحبت های ما و دعوت ما آنها را پره کرده منهجشون را تیت تو پیت کرده مشرکیشون را ثابت نمی کرد، آیا انا همین خیل گریه می کردند؟ آیا همین خیل گریه می کردند؟ همه کسه همه یک جای. حاضر از این طرف محمد اقبال مشرک همراهی شک مدخلی عبدالرحمن فاتح امروز محمد انصاری افغان هم از فرصت استفاده بده یک جایه بر آمده زده. یعنی اینا ببینید خیلی مردمی فرصت طلب است و خیلی مردمی بارک الله فیکم طعنه کننده است، خیلی مردمی طعان است. خیر محمد اقبال از باب بی ادبی بی فرهنگی از باب نامردی شرمندگی خیلی معلوم است. محمد اقبال باور کنید اینقدر بی ادب است که ادب از او کیلومترها دور است. بی فرهنگ بی مدنیت بی ادب، حتی زبان تاجیکی را خود نمیفهمد. این یک بی ادب است. اما عبدالرحمن فاتح افغان که خودش یک عالم طالب علم میگیرد این بلوشکشه و محمد انصاری عیناً همچنین، لیکن به درجه بی ادب هستند. بی ادبی اینو در کجاست؟ بی ادبی اینو در تهمت است. تهمت، تهدید و تهدید. ببینید عیناً همون روش محمد اقبال در تهدید، حالا محمد انصاری در تهدید کرده شده است. من البته خودم محمد انصاری گوش نکردم، با من کسی گوش کرده گفت است که ابو محمد مدنی با کرپاش دیده پاش رو دراز بکند. ما رسم های او را داریم، ما تاریخ او را داریم. اگر یعنی تنبیه چی اگر جیم نیستد ما میبریم منتشر میکنیم. ما چی میگیم؟ ما به زبان تاجیکی یعنی خیلی واضح میگیم که به محمد انصاری ای چهره سیاه، ای خبیث مشرک، ما توف کردم به تو، به تاریخ گویی تو. برو تاریخی مرا نقل کن، برو به من خدمت کن، برو خادم من باش، برو شاگرد من برین. انا خیلی شاگردچه شده تاریخ من آموز به مردم نقل کن. الحمدلله در تاریخ من یگان جای سیاه نیست، در تاریخ من یگان جای فروخته شدگی نیست، در تاریخ من غیر از آموزش علم، صداقت و صمیمیت و غیر از شجاعت و گفتن حق دیگر چیزی نیست. این تاریخ من تاریخ دروزه نه. من روزی که ما بنمون از سنی همون خردسالی به آموختن علم شروع کردیم، از همون روز آموز. اگر کذاب نباشی اول قسم خور که والله بالله تالله انا همینه به من قسم خورده راست گفتم. تاریخ مرا الحمدلله هزارها جوانی برادرای موحد میدونن. تاریخ ما حق یعنی طرفداری از حق است، زندگی کردن پاکی است. این است تاریخ ما. بعد از این میگن ما رسم او رو داریم، رسمش رو اگر یعنی میگد که اگر از ما نترسد گپی ما رو گوش نکنه رسمم رو منتشر میکنیم. ببینید برادر عزیزم چرا من به رسم برآمده دعوت نمیکنم؟ به صورت والله به خاطر ترس نه. من توف کردم به این طاغوت ها و به این چوجه هایش. من میترسیدم، من به این دعوت قدم نمیزدم. گپ در دیگر جاست. من نخواستم که من باور کنید وقتی که نمین دین فروشا را میبینم که دین را استفاده برده چهره های خودشون رکلام میکنند، من نفرتم میاد از این بنام دعوتگران چهره سیاه خوبسای فروخته شده. اینا دعوت
یگان اهتمام به دعوت ندارن. اینها فقط خودشون رو رکلام میکنن، دهانشون، دندانشون، پریچوسکشون، لباسشون و از بالای دین خوردن و از بالای دین نمی دین فروشکت آورند. من خواستم که چهره من در دعوت مشهور نشود. من خواستم که چهره من در دعوت مشهور نشود. من خواستم که در بین برادران مسلمانم راه گردم، یک آدم عادی باشم، یک آدم عادی به من معامله کرده شود. به خاطر این که من دعوت میکنم و دعوتگر هستم، مردم گرد من یا نگردند یا مشهور نشود. من فقط به خاطر همین به چهرم نبرآمدم. یگان جای ترسی نیست. ما جنایت نکردیم، ما یگان کسی به یگان گروه یگان بار دعوت نکردیم، به یگان خوریزی دعوت نکردیم که ترسیم. البته همون داعشه که محمد انصاری میگه خودش هزارها جوان تاجیک رو به سوی داعش برده بود و این محمد اقبال خودش میلیون ها پول مردم دزدیده. از یک طرف یک قومگرای زنهای ببین مردهای تمام ولایت سوخت را یک آدمای دیوس گفته و اینو یک بی‌شرفی بی‌حیا است. ما از جانب حیا هم مرد هستیم، از جانب شجاعت هم مرد هستیم، از جانب جوانمردی و صداقت هم جوانمرد و مرد هستیم و از جانب علم هم منهج و علم داریم و از جانب بارک الله فیکم نگفته نماند که از جانب بارک الله فیکم رسم هم مرحمت. رسمی من کدام بوزه کدام کسی از همراه ما بود و فروخته شد اگر رسم ما رو به شما ارسال کند، محمد انصاری منتشر کن، والله منتشر کن، من جای ترسی ندارم. بعد از این که شما منتشر میکنید من بعد از این به رسم خودم میبرم یوتیوب، به نام خودم به رسم خودم میکشایم تا به حال من یوتیوب ندارم و بعد از این من به رسمم دارم دعوت میکنم. من به الله میگم الله من خاکساری کردم تا امروز رسمم پنهان کردم، از این روز بعد من به رسمم میبرم. جای ترس نداریم. ای خوبسا، ای منافقین، ای چوجه ها، ای بوزها، فروشت هزار مراتب فروشت. ما به الله رب العالمین ایمان داریم. رفعت الاقلام و جفت الصحف. الله ما را حفظ میکنه. توکل به الله کردیم. لیکن ریشه شما را خوش میکنیم. شما فروخته شده ها برادران رافضه را، شما محمد انصاری، عبدالرحمن فاتح، محمد اقبال، شما حزبی های فروخته شده، یک قسمت حزبی، یک قسمت مدخلی، یک قسمت رافضه، کفار مشرکین، چهره شما سیاه شما را آشکار میکنه. برادر صحبت کنید، من مشکوک نشم. ترفع الرايات سوف يعلمون أن نحن مسلمون قادرون.